صبح 30 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 11 شاهدان حادثه به پلیس نویه всеволожский ولایت لنینگراد روسیه زنگ زده درباره زنوزنی گروهی در محل ساختمان بنای استقامتی در کوچه شاسه دهه لوریکی خبر دادند. شاهدان گفتند که در این میدان ساختمانی کارگران از تاجیکستان از گریبان یکدیگر گرفتند. بنا به اطلاع رسانه‌های محلی از جمله مویک 78 کارگران جوان در جای کار خود در میدان ساختمان در مورینو رزبار کرده مناقشه برخواسته را با کمک مشت و لغت حل کرده شدند. شاهدان در این باره به پلیس خبر دادند ولی اشتراکچیان زنوزنی هنوز تا آمدن پلیس از آنجا فرار کردند. کارمندان پلیس در جای حادثه تنها 3 شهروند تاجیکستان، اکا و دادر سینشان 21 و 18 و باز یک هموطن همگی 17 ساله آنها را دستگیر کردند ولی بعد بازپرسی آنها را همچون شاهد جواب دادند چون که این 3 نفر در زنوزنی اشتراک نداشتند. تفصیلات دیگر این حادثه و سبب زنوزنی بین مهاجران تاجیک هنوز معلوم نیست. حالا پلیس نویه всеволожск به تحقیق این قضیه مشغول است. به اشتراکچیان زنوزنی در صورت به دست افتادنشان اخراج از روسیه تهدید میکند. زنوزنی ها بین مهاجران چند سال باز مایه نگرانی مقامات روسیه شده است. ماه اوگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی ها با اشتراک مهاجران در منطقه های گوناگون روسیه وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دخالانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی ها بهرامانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حق عبور مرز روسیه محروم میکنند. در پایان سال 2021 وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که الکی بیش از 400 مهاجر را محض برای اشتراک در زنوزنی های عمومی از این کشور اخراج کردند. اکثر آنها را به مدت تا 40 سال از حق عبور مرزهای روسیه محروم کردند.